تصور کنید در دل دشت‌های پهناور آفریقا شیری زندگی می‌کرد که تنها با دیدن رد پایش بسیاری از حیوانات مسیر خود را عوض می‌کردند. شیری به نام ماکولو، یکی از مشهورترین شیرهای نر آفریقا که سالها فرمانروای قلمرو خود بود. اما آنچه ماکولو را به یک افسانه تبدیل کرد فقط قدرتش نبود، بلکه هوش، استقامت و نبردهای نفسگیرش برای بقا بود. ماکولو در منطقه‌ای زندگی می‌کرد که هر روز نبردی تازه میان شیرها، کفتارها، بوفالوها و حتی فیل‌ها جریان داشت. در چنین جایی زنده ماندن به تنهایی یک پیروزی بزرگ محسوب می‌شد. او از همان سالهای جوانی برای به دست آوردن قلمرو و تشکیل گله بارها با شیرهای نر دیگر مبارزه کرد. بسیاری از این نبردها آنقدر شدید بودند که زخمهای عمیقی روی صورت و بدنش باقی گذاشتند. زخمهایی که بعدها به نماد قدرت و تجربه او تبدیل شدند. با گذشت زمان، یال پرپشت و چهره بابهتش باعث شد ماکولو به یکی از شناخته شده ترین شیرهای منطقه تبدیل شود. گردشگران و مستندسازان بارها او را شکار دوربین‌های خود کردند و تصاویرش در سراسر جهان منتشر شد. اما زندگی در طبیعت هیچ وقت آسان نیست. هر روز ماکولو باید از قلمرو خود در برابر شیرهای جوان و نیرومند دفاع می‌کرد. شیرهایی که تنها یک هدف داشتند: شکست دادن فرمانروای پیر و تثاقب سرزمین او. قدرت واقعی ماکولو فقط در پنجه‌ها و دندانهایش نبود، بلکه در تجربه‌ای نهفته بود که طی سالها زندگی به دست آورده بود. او می‌دانست چه زمانی بجنگد و چه زمانی عقب نشینی کند. همین تصمیم‌های هوشمندانه باعث شد سالها بیشتر از بسیاری از شیرهای نر دیگر زنده بماند. در فصل خشک، زمانی که شکار کمیاب می‌شد، ماکولو مجبور بود کیلومترها در دشت‌های سوزان حرکت کند تا غذایی برای خود و گله پیدا کند. گاهی شکار موفقیت آمیز بود و گاهی چندین روز بدون غذا سپری می‌شد. در همین دوران کفتارها نیز همیشه در کمین بودند. اگرچه یک شیر نر بالغ معمولاً از چند کفتار نمی‌ترسد، اما گروه‌های بزرگ کفتارها می‌توانستند حتی قدرتمندترین شیرها را نیز به دردسر بیاندازند. ماکولو بارها با این مهاجمان روبرو شد و از قلمرو خود دفاع کرد. هر زخمی که بر بدنش نقش می‌بست داستانی از یک نبرد واقعی بود. نبردی که در آن یا باید پیروز می‌شد یا همه چیز را از دست می‌داد. یکی از دلایلی که ماکولو به شهرت رسید، توانایی او در شکارهای بسیار دشوار بود. شکار بوفالو یکی از خطرناکترین کارهایی است که یک شیر می‌تواند انجام دهد. بوفالوهای آفریقایی حیواناتی بسیار قدرتمند هستند و با شاخهای بزرگ خود می‌توانند حتی یک شیر بالغ را از پا درآورند. با این حال، ماکولو بارها در کنار ماده شیرهای گله در شکار این گولهای آفریقا شرکت کرد. او معمولاً آخرین ضربه را وارد می‌کرد و با قدرت فوق‌العاده‌اش شکار را به پایان می‌رساند. اما همه شکارها موفق نبودند. گاهی بوفالوها به صورت گروهی حمله می‌کردند و شیرها مجبور می‌شدند برای حفظ جان خود عقب نشینی کنند. در طبیعت شکست نیز بخشی از زندگی است و ماکولو این حقیقت را بهتر از هر موجود دیگری می‌دانست. بارها دیده شده بود که ماکولو از فاصله نزدیک حرکت گله‌های بوفالو یا حتی فیل‌ها را زیر نظر می‌گرفت، اما بدون دلیل وارد درگیری نمی‌شد. او به خوبی می‌دانست که هر زخمی می‌تواند پایان دوران فرمانروایی‌اش باشد. به همین دلیل تنها زمانی حمله می‌کرد که احتمال موفقیت بالا بود. این تجربه ارزشمند را طی سالها زندگی در طبیعت به دست آورده بود. یکی از ویژگی‌هایی که ماکولو را از بسیاری از شیرهای دیگر متمایز می‌کرد، آرامش او در زمان خطر بود. برخلاف تصور بسیاری از مردم، یک شیر قدرتمند همیشه با حمله کردن پیروز نمی‌شود. گاهی بزرگترین نشانه قدرت خونسرد ماندن است. در فصل جفتگیری، غرش‌های قدرتمند ماکولو تا چندین کیلومتر در دشت‌های آفریقا شنیده می‌شد. این غرش‌ها فقط برای ترساندن رقیبان نبود، بلکه پیامی روشن به تمام شیرهای اطراف می‌داد
این قلمرو صاحب دارد. با این حال شیرهای جوانتر هر سال قوی‌تر می‌شدند و دیر یا زود برای تصاحب قلمرو به سراغ او می‌آمدند. هر نبرد بخشی از انرژی و توان ماکولو را می‌گرفت، اما او هر بار با تکیه بر تجربهش بیش از آنچه انتظار می‌رفت دوام می‌آورد. سالها بعد وقتی دیگر نشانی از قدرت جوانی در بدنش باقی نمانده بود، ماکولو همچنان با وقار در دشت‌ها قدم برمی‌داشت. حتی حیواناتی که می‌دانستند او پیر شده است، هنوز با احتیاط از کنارش عبور می‌کردند، زیرا احترامی که طی سالها با شجاعت به دست آمده باشد، به سادگی از بین نمی‌رود. امروز نام ماکولو در میان علاقه‌مندان به حیات وحش یادآور یکی از باشکوه ترین شیرهای آفریقا است. شیری که زندگیش نشان داد در طبیعت قدرت واقعی فقط به زور بازو نیست، بلکه به صبر، هوش، تجربه و توانایی تصمیم گیری در سخت ترین لحظه ها نیز بستگی دارد. شاید او دیگر در دشت‌های آفریقا حضور نداشته باشد، اما داستان زندگیش همچنان الهام بخش کسانی است که شکوه حیات وحش را دنبال می‌کنند. سرانجام مانند همه موجودات زنده دوران فرمانروایی ماکولو نیز به پایان رسید، اما داستان او هرگز فراموش نشد. بسیاری از محیطبانان و پژوهشگران هنوز از او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین شیرهای منطقه یاد می‌کنند. ماکولو نمادی از قانون طبیعت بود، قانونی که در آن هیچ پیروزی همیشگی نیست، اما شجاعت و ایستادگی همیشه در یادها باقی می‌ماند. شاید امروز دیگر صدای گرش ماکولو در دشت‌های آفریقا شنیده نشود، اما داستان زندگی او همچنان الهام بخش میلیون‌ها نفر در سراسر جهان است. او نشان داد که یک فرمانروا فقط با قدرت شناخته نمی شود، بلکه با اراده، تجربه و مبارزه تا آخرین لحظه به یک افسانه تبدیل می شود. و شما اگر جای ماکولو بودید، آیا تا آخرین نفس برای حفظ قلمرو خود می جنگیدید؟ پاسخ خود را در بخش نظرات بنویسید و اگر از این داستان واقعی لذت بردید، حتما کانال را دنبال کنید تا در ویدیوهای بعدی با افسانه‌های واقعی دیگری از دنیای حیات وحش آشنا شوید.